میگم من میفهمم که این ویدیوتون دروغ بود، مگم ثابت کردن نمیتونم. کاملا او ویدیو را اما تو احساسی پر کرده بودی و نقش بازی کرده بودی. آخر اینا رو کی بفهمانه که یکیش زندگیم است و دیگهش بر من زندگی را داده. زندگی رو بخشیده. بله بله دقیقاً. بدل من نبریده بود. نفر اگر بریده. هدفش از بریدن باشه، هدفش از گردن زدن باشه، گردن نمیری مگه صحیح نبریده بود. اگر تو بمیری استخوان‌هایت هم به پوسیدگی برسه، در اون مرحله هم که میرسی هنوز امی حرف زدن مردم پشت تو رها نمیکنه. بهترش این است که تو پشت حرف مردم نگردی، با کارهای مثبت ادامه بدی. به خاطر از اینکه وقتی که تو با کارهای مثبت ادامه میدی میتونی که خودت به یک جای برسانی. همیشه تلاش بکنین با کار مثبت ادامه بدین، خودتون به یک جای برسانین. این 15 روز مانده که 25 شب. سلامت باشید. همکارای اشاره میکنه که وقت برنامه کم است. رستم عزیز چی پیام داری از من؟ پیام من خو اونمو پیام است که در برنامه قبلم گفته بودم. از اینکه مثلا شما بیکار باشین، از اینکه مثلا شما به جای بخیزین بشینین، در کار را که شما میتونین، در کار را که شما بسیار مهارتش میبینین، سبک را میبینین که ولو که هر چی باشه، هر رقمی که باشه، چی ویدیو باشه، چی خواندن باشه، چی گفتن باشه، چی نوشتن باشه، دونم کاری که مهارت دارین اونم پیش ببرین. و اونم میتونه که شما را از یک جایی که مثلا باشه به یک جای بلندتر از اون ببره.